سلام دوستان، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. من آماتور سیار هستم و خوشحالم که دوباره این ویدیو رو انتخاب کردید. دوستان همونجور که از تامنیل و تایتل متوجه شدید میخوایم ریاکت بزنیم به تیوی رویال و کارت جدید اسپلی که اومده، واینز. کارت خیلی خوبیه، میخوایم چند تا ریاکت بدیم بهش، ببینیم چه کرده، چیکارا میکنه. این بیبی دیلر ایوا هم هست توش، اینو نگاه کنیم. به نظر کارت خوب میاد دوستان. از اون کارت هایی که مثل اسپل سم ممکنه ترند بشه. خب حریف مینیون میریزه، داشتمونم بیبیشو انداخت که زودتر ایوش بیاد دستش. چیزی که برای من خیلی عجیب بود این بود که ایو بیبی تک ایو میشه و این خیلی بده، مثل نامرجا که تازه اومده بوده که تک ایوه و این باعث میشه خیلی ورش دارن. واضحه دیگه این کارا رو میکنه بیشتر خریداریش. ببینیم با این حمله چیکار میکنه. چه لایت خوبی اینجا، جفتشون اسپید استفاده کردن. بالایی به نظرم بهتر استفادهش کرد. بینه هنوزم اومتا زیاده دوستان، با اینکه اولویشنش نرف خورد ولی بازم زیاده. اسپلسم هم ضعیفش کردن دوستان دیگه، وقتی داخل بازیکن هست دمیج بیشتری نمیخوره، فقط تبدیل به اسکلت میکنه. ببینیم میتونه یه ضد حمله خوب بزنه. خب جفتشون با هم دیگه همزمان واینز زدن. دیگه بالای کارش سخت‌تره، دیگه باید به خاطر پویزنی که داره بیشتر میتونه اذیت کنه. مچاپ تقریبا 65 35 40 میرفت پایینی. بیتایک لایتینگ رو میزنه به ویدرو رو نگاه کنیم. بد نیست ولی به نظرم میتونستم خوشگل‌تر بهش ابیلیتی بدن. بیشتر به نظرم به درد حمله میخوره، یعنی تو دفاع اونقدر سرعت رو کم نمیکنه. بالایی بهتر داره بازی میکنه ولی پایینی کارتای بهتری داره. این آخر نتیجه چی میشه؟ یه حمله سخت اگه بتونه اینو دفاع کنه دیگه تو حمله بعدی فکر کنم بزنتش. دفاع شد دوستان، باید آماده یه حمله قوی باشیم. بربرش میریزه ولی بربرو زیاد شانسی ندارن، میدونم همشون. بربرو نو دمیج زنده موندن دوستان که مجبور شد اکسیر خرج کنم واسه بچه‌ها حساسی شده.
این بر نگاه کن بچه ها برگشت دوستان بلایی دست زیان میکنه من حواسش سمت چپ بود که راست تموم شد 20 ثانیه وقت داره دیگه فکر کنم کار تموم شد اینجا چند ثانیه نگاه کنید وای نگاه کنید دوستان فرام عجب مچاپی بود واقعا لذت بردیم دیگه مچاپ خوب بخوام بهتون نشون بدم مچاپ ایکسپو که نه اومدیم بررسی اسپل این مچاپ رو ببینیم دوستان شرکی خورده به داسک بم ببینیم چی میشه اسپل زیبا بله جواب اسپل رو با اسپل داد و بالونش چسبید خیلی دیگه اسپل زیاد میشه تو مثل من امروز چند دست بازی کردم همه‌شون داشتم البته من زیاد نباختم یعنی اسپل نتونست زیاد منو اذیت کنه بیبی دراگی هم همینطور حالا نمیدونم به خاطر ترکیبمه یا اینا اذیت نمیکنن اون هیچ کنم تو دک من جایی ندارم واقعیت شاید بتونم به جای ارو بیارمش ولی ترجیح همون اروه فعلا آرژی فکر کنید جاش دادن مچون برای آرژیه آرژی حساب میکنم البته لو هم ترکیبی که کامبک میزنه اتفاقی یعنی نمیذاره پشت دوباره پر کنه کارت میریزه که مجبور اکسیر خرج کنه زیاد پر نشه پشت دوباره ارو که به نظرم اشتباه بود بهتر بود بیبی دراگو میرم ارو بزنه کابل گرفت لابا ببین آرژی چرا اینجوری داره بازی میکنه چون اصلا کنترل نداره بود یه بیزارد بدم انداخت اینجا کشید پایین این رو تاثیر آنچنانی نداشت 10 ثانیه آرژی داره میبازه اونم به خاطر بد بازی کردنش بود مچاپ کاملا با آرژی بود خیلی بد بازی کرد خیلی بد بازی کرده حالا این مچاپ رو که دیدیم همشون جفتشون اسپل رو داشتم بریم یه مچاپ پیدا کنیم که فقط یکیشون با اسپل بازی کرده باشه این فرنس دارن جفتشون این مچاپ هوکسایکل دوباره سریعی رو ببینیم چیکار میکنه ویکتور در مقابل کلیور شما اصلا انگلیسی ضعیفه یکم اینو بدون کارت براتون گذاشته میشه
بالاخره بزرگیتون ببخشید. ترکیب پایینی هم هوگه ولی هوگه اسپامه. ببینیم چی میشه. جون بیشتر خرجه که تو کنم مخواست دمده بزنه. بالایی که داره بینفس بازی میکنه فعلا اشتباهی ازش نگیره. یه قشنگی بود، هم رفتی شد زد هم یه جورایی یه ذره رو دفاع کرد. این دو طرفه رو چکار میکنه؟ خب راحت میتونست قشنگتر بندازه کمونش رو. به نظرم کارش سخت شد، کمونش بدی خورده چون اینجا فقط هم به خاطر کمونش انداخت اینجوری دمش خورد که اومد بالاتر کاشته میشه. هوک سایکل دوستان به درد ما ایرانی ها زیاد نمیخوره، نت خوب میخورد. هوک هم الان توی متا زیاد جواب نیست. شما نگاه نکنید مثلا بقیه بعضی میزنن. هوک اگر مثلا دیگه خوبی بود جوابی بود داره مثلا تو تاپ تنهای آخرای فصل میدیدیمش. حتی هوک زلزله دیده نمیشه تو تاپ تنها دیگه، انقدر اسپلشیارد و این دو ترکیبا زیاد شده برای همین دیگه دیده نمیشه. دفاع فوق‌العاده زیاد غیر هوک سایکل ویکتور در رفت دوتا میزنه. مچاپ بیشتر ببینید دو پایینی هست ولی بالایی داره بهتر بازی میکنه. حالا اگر یه حمله بد بزنه این بالاییه پایینی با ضد حمله کار رو تموم میکنه. بعد ببینیم آخرش میشه. ولی مچاپ راحت تر و پایین داره 100%. یک کندوی زیبا واقعا قشنگ یه دونه نزد این میزد دیگه. برای همین میگم هیچ واقعا خوب نیست دادستان. شفایه زیبایی، شفایه واقعا قشنگ. من جاش باشم راست رو بیر میکنم ولی باز یه اسکلت بی یعنی اسکلت رو میزنه میگه میچسبه یک چون دو تا زد فایر رو میزنه بیشک. سایکله بیشتر تو فکر فایر و سایکل احساس میکنم. حتی شانسی هم نداره که بخواد تو گل برسونه مگه اینکه رو پل ماسک بندازه اونم نیست بدن میشه. همین قابلیت ها هست. این داره میره یک شات بزنه نتونست. یه هوگ دیگه یه فایر قشنگ نمیکنید با اینکه فایرش رو درست داد سر به قصد تابر نزد یه بازم هوگش نشد. با فایر آخر رو ترکیب هوگ سایکل برنده میشه. بعد آفرین واقعا قشنگ بود. دید که با اینکه واقعا هم اذیت کرد ترکیب هوگ سایکل ولی ویکتور کار رو در آورد. ترکیب سرباز
با گلم. بچه گلم هم قوی شده. اینو نگاه کنید. بریم جلوی سرباز چه عملکردی داره این اسپل واینز. اسپل واینز اسم سختی هم داره. بخوام از زد بودن مچاپ بگم دوستان، برید جلوتر ببینم. تا اینجا کارتایی که دارم میبینم کار پایینیه آسون تره دوستان. چون مچاپ هایی که حتی خودتون رو سر در نمیارید دوستان، دقت داشته باشید به حمله و ضد حمله ها. ببینید کدوم ترکیب داره اکسیر بیشتری پس انداز میکنه. مچاپ بیشتر با اونی که بیشتر اکسیر واسش میمونه اکثر وقتا. این یه رازه که هر جایی بهتون نمیگن. البته بستگی هم داره، بعضی حالکی اکسیر خرج ولی بین دو تا پرو پلیر اونی که اکسیرش بیشتر میمونه مچاپو داره. بالایی داره بد بازی میکنه، الان قرار رو نباید بیزد. الان با یه سربازی یه دونه برل میتونست کارشو اذیت کنه ولی کار انجام نداد. همه کارت رو مخ واسه پایینیه بیبی درای حریفه، بقیه کارتاش زیاد نمیتونن اذیت کنه. این ترکیب اینم بگم ترکیبایی که دیفن ندارن، یعنی مثل تسلا و اینا ندارن، اونای گلم و پکاینا اذیت رو میشن. پایینیه داد که این حمله یه سال اشتباه کرد. به نظرم جا داشت حتی سرباز از تخت بده. دوستان این مچاپ الان این شکلی ها که پایینی کارش آسان تره. تاور رو نگاه کنید، تاور کناره. تاور کنار گولمو اذیت میکنه. اگه تاور چیز دیگه ای بود یکم مچاپ بیشتر به نفع گولم میشد. سیستم اکتیو شد. بالایی شانس زیادی نداره دوست. مچاپ به نظر من تمام شده است مگه که اتفاق عجیبی بود. اینجا میبینیم که اسپل واینز نتونست زیاد کمک کنه به گلم سرباز. من اذیت شدنی ندیدم گلم هول میده میاد میشه از گلم تاور تو خطرناکیه واسه. بله تمام گلم میچسب و نگاه کنید. نگاه کنید مچاپ چجوری بر میگرد. چه زیبایی دوستان. امیدوارم لذت برده باشید. باشه نظرتون رو راجع به این کارت جای واینز تو کامنت ها بنویسین. ممنون که ما رو تحمل کردید. اگر دوست داشتید لایک و ساب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی خود نگهدار.